امروز 17 مارت است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع صحبت میکنیم. نه زمینی نه هوایی، روسیه از پگاه ورود خروجیان را به قلمروش منع میکند. آنهایی که برای قطار بلیط داشتند میگویند نه همه مبلغ را بازپس گرفتند. اینمو یارو در پاییز میخریکو همو پولا بیلیورا خیچوی پای همش یاس 270 سوم شد همو پولا возврат نکردستیم. محمد طاهر زوکرزاده نامزد از افزای رشت در جلسه هیئت نو پارلمان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب گردید. و حق استفاده رقم بر دوش شرکت‌های موبیلی خواهد بود. خدمات ضدانحصاری تاجیکستان ترتیب ستانیدن پول الوه‌گی از مشتریان را تغییر داد. همون ترتیب یعنی که ترتیب ستاندن همین از جانب خدمات نشده. وزارت امور خارجه تاجیکستان با نشر خبری از شهروندان کشور خواست که از سفر به روسیه خودداری کنند. گسترش ویروس کرونا باعث گردید که از 18 مارت روا به روسیه محدود می‌گردد. این محدودیت در شرایط جاری می‌شود که صدها مهاجران تاجیک بلیط قطار و هواپیما به روسیه و یا برعکس از آنجا به وطن را در دست دارند. سرنوشت بلیط‌های خریده مهاجران چه خواهد شد؟ در گزارش زرانگیز نوروشو و تخمین حکیمова می‌بینیم. منع حرکت قطارهای مسافربر از تاجیکستان به قلمرو روسیه صبح 17 مارت ده‌ها نفری را که نیت مهاجرت به این کشور را داشتند در نزد ایستگاه راه آهن دوشنبه جمع آورد. آنها مبلغ چیپته‌های خریده‌شان را پس می‌گیرند. برخی از آن شکایت دارند که برایشان در اداره راه آهن مبلغ کم می‌دهند. امیرشاه علیف میگوید بر عوض 1150 سومانی چیپته قطار به سمت روسیه را خریده بود، اما حالا برایش 200 سومانی کمتر دادند. 200 سومانم سوخت. چیکار می‌کنید؟ تمام می‌کنید. چیکار می‌کنید؟ خانه تا می‌روید. عموما در تاجیکستان چیکار می‌کنید؟ شما باید بیکار چیکار می‌کنید؟ کامغلا چیکار می‌کنید؟ پولی اینمو یارو در پاییز میخریکو همو پولا بیلیورا خیچوی پای همش یاس 270 سوم شد همو پولا возврат نکردستیم. برخی از مسافران میگویند از شام دیروز برای گرفتن اطلاع دقیق و برگردانیدن پول چیپته‌های خود در نوبتند. از ساعت 8 بیگا اومدگیم اینجا ایستادگیم. اینا میگه اینا آدم دیدی چه خودم میسورد تالپاو یعنی ایستادگیان. یگم کس یگم چی نمیگه که همین پولا بتیان مردم خونش میرود. مسئولین راه آهن به خبرنگاران این وضع را شرح ندادند. اما حکومت روسیه اعلام کرد که با هدف پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس از 18 مارت تا 1 می امسال ورود شهروندان خارجی و افرادی به شهروند را به قلمروش منع می‌کند. این خبر صدها شهروند تاجیکستان را که هر سال در ایام بهار برای کار به روسیه می‌رفتند غافلگیر و نگران کرد. مسافرانی هم که طریق هواپیما باید بعد از سنه 18 مارت به روسیه می‌رفتند این شب روز در بلیط فروشی‌های دوشنبه سرگردانند. با دلشاد نوربایف که باید روز 18 طریق شرکت اورالسکی اویالینی از خوجند به روسیه پرواز میکرد، یک روز پیش از سفر گفتند با این خط سیر تنها شهروندان روسیه اجازه پرواز دارند. لغو سفر هرچند دلشاد را ناراحت کرده است اما میگوید وضعیت را درک میکند. نرفتیم یک ماه دو ماهی هیچ گپ نیست. نه ازشون است که مثلا خدا نشانت هم کرونا ویروس با تاجیکستان خوبش که محکم کنم نمیده چیکار کنم. بلیط فروشی های دوشنبه الکی رسما آگاه کرده شدند که تا آغاز ماه می به شهروندان تاجیکستان برای سفر به خارج از جمله روسیه چیپته نفروشند. در یک آگاهی دیگر به آنها تاکید شده است که تنها به شهروندان روسیه چیپته پیشنهاد شود. آنهایی که الکی چیپته بعد از روز 18 مارت را خریداری کردند یا پول چیپته ها را پس میگیرند یا بعد از ماه می سفر خواهند کرد. مراجعت کرده استن و یگان کار کرده نشده است فقط یا که همه اجازت یک کمپانی قطعی وزارت میشه یا که فقط چیز باشه دیگر کدام نمیشه. قرار منع ورود به روسیه به یک گروهی محدود از جمله دیپلمات‌ها، راننده‌های ماشین‌های بارکش بین‌المللی، سرنشینان هواپیما و کشتی‌ها و صاحبان سند اقامت دائمی در روسیه دخل ندارد. شرکت اورال ایرلاینز برای روز 18 مارت پرواز 7 خط سیر خود را به کار کرد. اکثر دیگر شرکت‌ها هم قسماً پروازهای خود را قطع کرده تنها به بردن شهروندان روسیه به روسیه و بیرون آوردن شهروندان تاجیکستان از روسیه اجازه دارند. اما پروازها به روسیه و کشورهای دیگر تا فردا 18 مارت ادامه خواهد کرد.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک خبر به شهروندان توصیه داد که بنابر محدودیت‌های ورود به روسیه به خاطر کرونا ویروس از سفر به این کشور خودداری کنند. هرچند کرونا ویروس به تاجیکستان هنوز نرسیده است ولی طور مشاهده کردیم بیماری به این کشور نیز ضربه میزند. در دوام برنامه ما به این موضوع برمیگردیم، اما حالا از نتیجه جلسه یکم پارلمانی برایتان معلومات میدیم. امروز در نخستین اجلاس مجلس نمایندگان که با شرکت 63 وکیل نو برگزار شد، رئیس پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان انتخاب گردید. طبق عنعنه این بار نیز به کرسی رهبری پالاتای پایانی پارلمان نماینده از شرق تاجیکستان تکیه زد. تا 5 سال آینده مجلس را محمد طاهر زاکرزاده 63 ساله رهبری خواهد کرد که به مثل همتایان قبلیش در نویه رشت به دنیا آمده است. جزئیات را میرزا نبی خالقزاد پیشنهاد میکند. محمد طاهر زاکرزاده نامزد حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان از منطقه رشت روز 17 مارس در جلسه هیئت نو پارلمان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. هنوز از زمان پیشبری نامزدیش در انتخابات کارشناسان حدس می‌زنند که محض او رئیس پالات پایانی پارلمان خواهد شد. این کرسی را در دوره‌های قبلی پارلمان سفرعلی رجبوف، سعدالله خیراللهیف و شکرجان ظهوروف نمایندگان منطقه رشت در اختیار داشتند. در اجلاس روز سه‌شنبه محمد علی وطنزاده، قادر قاسم و دلربا منصوری معاونان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شدند. محمد طاهر زاکرزاده تا زمان پیشبریش به عنوان نامزد به وکیل پارلمان تاجیکستان در مقام معاون نخست وزیر کار میکرد. از آن پیشتر در مقام رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌ریزی بود. پس از پیشبری نامزدی محمد طاهر زاکرزاده از حوزه رشت، محافل کارشناسی و سیاسی در تاجیکستان میگفتند که بر ریاست پارلمان آینده محض او را برخواهند گزید. دلیل از وادی رشت بودن او و انتخاب شدن رئیس پارلمان تاجیکستان عادتا از میان نمایندگان منطقه شرق کشور گفته میشد. حالا در تاجیکستان این عنعنه رایج است که 3 رهبری اول کشور از 3 منطقه تاجیکستان انتصاب میشوند. حالا رئیس جمهور از جنوب، سروزیر از شمال و رئیس پارلمان از مناطق شرقی کشور نمایندگی میکنند. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که 63 کرسی دارد 20 سال پیش تأسیس شده است. انتخابات برای 63 کرسی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 مارس برگزار شد. این نخستین انتخاباتی بود که بعد غیرقانونی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در سال 2015 و به حضور این حزب عمده مخالف دولت صورت گرفت. برای دریافت کرسی‌های پالات پایانی پارلمان بیش از 230 نفر نامزد شده بودند. نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی، کشاورزی، اصلاحات اقتصادی، دموکراتی، سوسیالیستی و کمونیست از روی فهرست حزبی و حوزه‌های یکمندتی با پارلمان راه یافتند. یگانه نیروی مخالف در این انتخابات حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که با 5 نامزد از روی خط حزبی واردی کارزار شده بود، با تقریباً 0.5% رأی مردم به مرن نرسید. حزب‌های سیاسی برای وارد شدن به پارلمان باید 5% رأی انتخاب کننده ها را به دست آورند. از این پیش ناظران سازمان همکاری‌های شانگهای، یک سازمان زیر نظارت چین، روز 2 مارس گفتند که انتخابات پارلمانی تاجیکستان دموکراتی بود. اما سازمان امنیت و همکاری در اروپا که یک هیئت خرد ناظران را به تاجیکستان فرستاده بود، هنوز درباره انتخابات اظهارات نداده است. تاکنون کشور و سازمان‌های غربی به انتخابات‌های گذشته تاجیکستان بهای مثبت نداده، آن را پیوسته آلوده به تقلب و ناشفاف و غیر دموکراتی خواندند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و همانگونه که وعده دادیم برمیگردیم به موضوع کرونا ویروس. تاجیکستان در فهرست کشورهایی است که تاکنون از ویروس کووید 19 امین مانده است. در عین زمان ارائه کمک‌های سازمان‌ها و کشورهای مختلف برای جلوگیری از ویروس کرونا ادامه دارد. روز گذشته یونیسف و یا خود بنیاد اطفال سازمان ملل متحد با مبلغ $10,000 به تاجیکستان مواد لازمه بهداشتی را تقدیم نمود. مقامات تاجیک میگویند برای مقابله با این
беморӣ омодагӣ мегиранд ва феълан барои ворид кардани тағйирот дар кори муассисаҳо зарурат пеш наомадааст. Барод Юсуфӣ мавзӯъро идома медиҳад. тоҷикистон дар шароити феълӣ вобаста ба таҳдиди вуруди коронавирус ба кишвар зарурати баста шудани марз бо Узбекистонро намебинад. масъулини вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон дар маросими пазируфтани кӯмакҳои маводҳои тиббии марбут ба ҷилавгирӣ аз коронавирус гуфтанд, тадбирҳои то имрӯз андешидаи мақомоти кишвар бо манзури вазъи сироятшавӣ ба коронавирус дар саросари ҷаҳон аст. аксар кишварҳои ҷаҳон ба чораҳои қатъӣ гузаштанд ки ин албатта фоидаи онҳо ба мо ҳам мерасад. яъне бисёри кишварҳои ҷаҳон сарҳадҳои худро бастанд ва рафту омади мусофирон кам шуд. тоҷикистон феълан дар феҳристи 20 кишваре боқӣ мемонад ки то имрӯз гирифторон ба коронавирус ошкор нашудааст. аммо бо дарёфти кӯмакҳои тиббӣ аз кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои мухталифи байналмилалӣ, захираи маводи зарурии тиббӣ ва тадбирҳои омодабош аз сӯи мақомоти беҳдоштиро дар мубориза бо коронавирус афзоиш медиҳад. албатта феълан ҷаҳон дар оғози хуруҷи коронавирус ҳам қарор надошта бошад, дар интиҳои он ҳам қарор надорад. мо мубориза бо ин маризиро кам намекунем. ҳарчи талоши мумкинро ба харҷ диҳем ки кишварҳои назири тоҷикистон ки ҳанӯз гирифторони ин маризӣ ошкор нашудааст, ҳамин тавр сироят нашуда боқӣ монанд. кӯмаки маводи тиббии юнисеф ба тоҷикистон дар ҳаҷми $50,000 амрикоӣ аз хилъату либосҳои махсуси якдафъаинаи тиббӣ, дастпӯшак ва пойпӯшҳои обногузар ва дигар маводи беҳдоштӣ иборат буд. ин кӯмакро ҳукумати Швейтсария сармоягузорӣ кардааст. сар аз 1 феврал то 4 март дар тоҷикистон 1603 нафар ба карантин фаро гирифта ва 1280 нафари онҳо пас аз 14 рӯз рухсат шуда, ҳоло 323 нафари онҳо бо шумули шаҳрвандони хориҷӣ дар бемористонҳои сироятӣ таҳти назорати табибон қарор доранд. хадамоти зидди нисории Тоҷикистон тартиби ситонидани пули иловагӣ ё пардохти абонентӣ аз муштариёнро иваз кард. тӯли 5 соли ахир ширкатҳои мобилӣ аз соҳибони ҳар як симкорт дар як моҳ 80 дирҳамӣ меситониданд. тибқи дастури нави хадамот ки аз 1 май ҳукм иҷро мегирад, ин маблағ на аз ҷайби муштариён, балки аз ширкатҳои мобилӣ гирифта мешавад. Сарвинози Рӯҳулло аз Наргис Ёдгорӣ, намояндаи хадамоти зидди нисории Тоҷикистон, роҷеъ ба дастури нави ин ниҳод тафсилот хост. از 26 فوریه سال 2020 تحت رقم 10 فرمایش خدمات ضدانصاری قبول کرده شد اوید به تنظیم درآوردن ترتیب نرخگذاری در ساحه علاقه. از 1 ماه سال 2020 ترتیب استاندن مبلغ رقم گذاری به واسطه از مشتری استانده نمی شود و از جانب اپراتوران علاقه برقی استانده می شود، پرداخت کرده می شود به مقامات پیشنهادی خدمت رسانی. یعنی یک مشتری مثلا که طول 5 سال 80 درهم پرداخت کرده است و او می تواند در این حالت، یعنی در مورد عوض شدن همین نرخ چی میگن تصمیم با دادگاه مراجعت کند و از شرکت های موبیلی طلب کند که همین 80 درهمی که 5 سال سپرده است به او بازگردانند. اکنون این مسئله کمتر حاضر نازکتر است. مسئله تو اینقدر سال استاندن از مبلغ برای این چیزی که اپراتوران موبیلی هم این مبلغ را پورا به خدمات علاقه، یعنی که مقامات بودجویی است و شاید که گوییم به بودجه جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده است. فقط اینجا همین خطایی یا مشکلی هم گویه می شود، این همون ترتیب ستاندن همون بود که تا حاضر عمل میکرد. وقتی که خدمات ضدانصاری وکالتدار است برای موافقه کردن نرخنامه های خدمت رسانی و مثال تنظیم بازار است، همون ترتیب، یعنی که ترتیب ستاندن همین از جانب خدمات نشده است. صحبتی مفصل سرنوزی روحولو با نرگس یادگاری رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. با نگاه به خبرهای ساعت برنامه امروزی اخبار آزادی رو به پایان میرسونیم. شما تا 24 ساعتی آینده امکان دارید خبرهای نو رو در وبسایت ما پیدا کنید. همچنین نوار گزارش‌های روز در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب گذاشته می شود. من شما رو فردا در نوید بامدادی منتظر میمونم. یادتان نرود تا فردا. خدا نگهدارت.